سلام، خوش اومدید به قسمت نهم داماش پلاس. همونطوری که میدونید داماش پلاس ویژه برنامه ای از وارش اسپورت که فقط از همین کانال یوتیوب پخش میشه. هفته گذشته بالاخره داماش موفق شد در یک بازی کسل کننده علوی خرم‌دره سقوط کرده رو با یک گل از روی نقطه پنالتی شکست بده. خوشبختانه پانیک هم مقابل صدرای تبریز پیروز شد و این باعث شد که ما هنوز شانس داشته باشیم که بریم پلی آف و بتونیم در نهایت به لیگ 2 صعود کنیم. از اونجایی که این بازی خیلی حوصله سربر بود، بچه‌های رسانه تصمیم گرفتن که با پخش آهنگای درخواسته این قضیه رو جبران کنن. بدون گل داره دنبال میشه، این یعنی امیدی که در اردوی تیم داماش باقی مونده. نجات موفق‌تر با ضربه سر توپ رو به سیمانپور رسونده. بله، خیلی هم خوب. در هفته پایانی رقابت‌های لیگ 3 ما فردا باید توی رشت با صدرای تبریز بازی کنیم و اگه این بازی رو ببریم میتونیم به عنوان تیم برتر سوم گروه‌ها بریم پلی آف. البته فراموش نکنید که پیروزی در این بازی تازه آغاز یک ماجراجویی تازه است و هر تیمی که بره پلی آف باید با 2 تا تیم دیگه به طور رفت و برگشتی بازی کنه و تازه اگه اونجام نتیجه گرفتیم میتونیم بریم لیگ 2. غیر از اخبار بازی قبل و بعد، متاسفانه خبرهای بد پیرامون باشگاه خیلی زیادن، ولی چه کنیم که مثل همیشه در مقطع حساس کنونی هستیم و باشگاه هم منتظره که یکی یه چی بگه و اونام نتیجه نگرفتنا رو بندازن گردن اون کسی که یه چی گفته. با توجه به این قضیه خیلی زود و همین حالا قسمت نهم رو تموم میکنیم و امیدوار باقی میمونیم تا قسمت بعد رو با خبر راهیابی داماش به پلی آف آغاز کنیم. این بود داماش پلاس این هفته و تا قسمت بعد بدرود.